سلام دوستان عزیز، امروز با چالش قهرمانان در خدمتتون هستیم. اینم خدمتتون بگم که این فقط نظر شخصی بنده است و همه قهرمانا و همه زحمتکشا تو کیوکوشین و بزرگان کیوکوشین واسه من نوعی قابل احترامن و فقط چون تو کیوکوشین کار نشده بود من گفتم که این چالش جذابو با شما به اشتراک بذاریم. من یک به یک قهرمانا رو برای سنسی میخونم، سنسی نظرشونو میگن. هیتوشی کیاما یا میکو اودا. هیتوشی کیاما. هیتوشی کیاما یا اورتون تکسیرا. هیتوشی کیاما. هیتوشی کیاما یا نیکولشویلی. هیتوشی کیاما. هیتوشی کیاما یا سادواکاسوف. کیاما. کیاما یا زاهاری دامیانوف. کیاما. کیاما یا تاکاهاشی یوتا. انتخاب این دو نفر خیلی کار مشکلیه ولی به نظر من یوتا. یوتا یا الکساندر ناواروف. الکساندر ناوارو. یوتا. یوتا یا جیما بلخدا. یوتا. یوتا یا قربانوف. چه قربانوف. یوتا. یوتا یا بودرزی کاپانادزه. بودرزی کاپانادزه. کاپانادزه یا آرتور هوانسیان. کاپانادزه. کاپانادزه یا جانسوکاپ. کاپانادزه. کاپانادزه یا فیتوسا. کاپانادزه. کاپانادزه یا ناروشیما. کاپانادزه. کاپانادزه یا نیکولاس پتاس. نیکولاس پتاس. نیکولاس پتاس یا شیجینوه. نیکولاس پتاس. نیکولاس پتاس یا ساتو. نیکولاس پتاس. نیکولاس پتاس یا کیجی سامپی. نیکولاس پتاس. نیکولاس پتاس یا کروساوا. روح شاد بشه. کروساوا. کروساوا یا ویلی ویلیامز. کروساوا. کروساوا یا هاجیمه کازومه. هاجیمه کازومی. هاجیمه کازومی یا هاتسورو یاما. هاجیمه کازومی. هاجیمه کازومی یا ناکامورا. هاجیمه کازومی. هاجیمه کازومی یا اندی هوگ. روح اندی هوگ شاد باشه. اندی هوگ بی‌نظیره. اندی هوگ. اندی هوگ یا ماسودا. اندی هوگ. اندی هوگ یا کنجی میدوری. کنجی میدوری. کنجی میدوری. کنجی میدوری یا کنجی یاماکی. کنجی میدوری. میدوری یا فرانسیسکو فیلهو. فرانسیسکو فیلهو. و در آخر قول مرحله آخر آوردم سنسی براتون فرانسیسکو فیلهو یا ماتسوی. والا میگم انتخاب اینها خیلی کار دشواریه، خیلی کار سختیه که ماتسوی و فرانسیسکو فیلهو بهترین هان تو دنیا به نظر من. نمیشه انتخاب کرد یک نفرشونو، ولی اگه نظر شخصی من و علاقه شخصی منو بخوام بگم فرانسیسکو فیلهو.